آیا خودتون رو فردی باهوش میدونین؟ آیا حتی بعد از داشتن برگه امتیازی که روی اون زیر از میانگین نوشته شده به خاطر خلاقیت و هوشمندیتون تشویق شدید؟ اگه نه، پس باید در تعریف خود از هوش تجدید نظر کنید. نشونه‌های واقعی هوش رو پیدا کنید. این یه حقیقت غم‌انگیزه که سیستم آموزشی ما به شدت به نمرات تمرکز میکنه و به همه در یه مقیاس نمره میده. این نوع سیستم هرگز قادر به شناسایی هوش واقعی نیست. بچه‌هایی هستن که میتونن تمام جزئیات رو جمع‌آوری کنن و همه اونا رو در آزمون به نمایش بذارن. در آزمون A میگیرن و از نظر همه بسیار باهوشن، در حالی که بچه‌ای که B یا C میگیره میتونه به همون اندازه یا حتی باهوشتر از بچه‌ای باشه که ظاهراً باهوشه. خب واضحه که این نوع سیستم نمیتونه به شما بگه که باهوش هستید یا نه. بنابراین ما فهرستی از برخی نشونه‌های ظریف هوش جمع‌آوری کردیم که ببینین کجا ایستادین. شماره 1، شما نسبت به دیگران همدل هستید. روانشناسان اکنون بر این باورن که داشتن ضریب عاطفی بالا بسیار مهمه تا بشه اونو فرد باهوش نامید. افراد باهوش عموماً با احساسات اطرافیان خود هماهنگن. شما از چیزای اطراف خودتون بسیار آگاه هستید و بنابراین میتونین هر انرژی رو در نزدیکی خود جذب کنین. همدلی دو نفر رو در یه سطح کاملا شخصی به هم متصل میکنه و برای انجام این کار سطح بالایی از هوش بسیار ضروریه. شماره 2، متوجه میشید که چقدر نمیدونید. این به این معنیه که شما یه یادگیرنده واقعی هستید، فردی که پذیرای ایده های جدید و چیزهای جدیده. تمایل درونی شما به یادگیری بیشتر به شما این امکانو میده که به تمام جنبه های مماس یه موضوع نگاه کنید. شما هرگز از پذیرش اشتباهات خود و یادگیری چیزهای جدید در هر روز نمیترسید. همچنین با داشتن ذهنی باز میتونید انتخابی آگاهانه داشته باشید و در نتیجه بهتر میتونید از دیدگاه خودتون دفاع کنید. این وضوح ایده باعث میشه که احساس امنیت بیشتری داشته باشید، چون میدونید کجا وایسادید. شماره 3، کنجکاوی شما رو تحت فشار قرار میده. بسیاری از مطالعات ثابت کردن که یک کودک کنجکاو و باز احتمال بیشتری داره که بعداً در زندگی خودش به یه فرد کنجکاو فکری تبدیل بشه. کنجکاوی نه تنها دانش بلکه تجربیات جدیدم بهتون میده. شماره 4، خودتون رو دست کم نمیگیرید. حتما با افرادی برخورد کردید که فکر میکنن همه چیزو میدونن. اونا دیدگاهی بسیار مغرضانه در مورد همه چیز دارن. چیزی که در مورد این افراد وجود داره اینه که اونا قادر به رشد کامل به عنوان یه فرد نیستن. در یه مطالعه ثابت شد که افراد باهوش کمتر توانایی‌های شناختی خودشونو بیش از حد ارزیابی میکنن. شماره 5، شما در طعنه و جوک‌های احمقانه تصادفی متخصص هستید. شاید تعجب آور باشه که بدونید افرادی که جوکای احمقانه میگن بسیار بیشتر از یه انسان معمولی باهوش هستن. یکی از دلایل این امر میتونه این باشه که فقط یه فرد باهوش میتونه در حال حرکت بداهه نوازی کنه. شماره 6، تنهایی رو در آغوش میگیرید و از کارهای غیر ضروری یا گفتگو اجتناب میکنید. از زمانهای قدیم مردم بر این باور بودن که کسایی که با دیگران صحبت نمی‌کنن بسیار باهوشن. درونگراها فقط میخوان نیازهای خودشونو با حداقل برآورده کنن و در حین انجام این کار پیوندی مقدس با ذهن ایجاد میکنن. بنابراین مغز برای اونا کمی متفاوت عمل میکنه. شماره 7، عجیب ترین ساعات شب پربارترین ساعات برای شما هستن. خب بسیاری از مراجع دینی ممکنه این نکته را محکوم کنن، اما مطالعات به وضوح نشون داده که افرادی که دیر میخوابن و صبح زود از خواب بیدار میشن به احتمال زیاد از هوش بالاتری برخوردارن. بیخوابی هم میتونه یه بیماری پزشکی باشه و بنابراین از شما میخوایم که اگه به دلیل کمبود خواب با مشکلاتی روبرو هستید این موضوع رو جدی بگیرید. شماره 8، دوست دارید آدامس بجوید. بله، اکثر مطالعات انجام شده در مورد آدامس نشون داده که عادت به جویدن آدامس میتونه نشونه هوش بسیار بالا باشه. گفته میشه که مواد شیمیایی آدامس به گردش خون شما کمک میکنه. مطالعه دیگه‌ای نشون داده که اگه هنگام آماده شدن برای آزمایش آدامس بجوید، میتونید از پیوندهای ایجاد شده توسط مغز برای ذخیره اطلاعات استفاده کنید. افراد باهوش حتی کوچکترین تفاوت هم حس میکنن و بنابراین آدامس میخورن تا به راحتی چیزها رو به خاطر بسپارن. شماره 9،
اغلب چرت‌های هوشمندانه و کوتاه میزنید. خب میتونید فکر کنید هوش و خواب چه ربطی به هم دارن؟ بسیاری از مطالعات نشون دادن افرادی که چرت میزنن باهوشترن. بنابراین اگه قبلا این چرت‌های کوتاه رو انجام میدادید، به طور خودکار از دیگران جلوتر خواهید بود. در بسیاری از فرهنگ‌های شرق چرت زدن بسیار خوب تلقی میشه. اونا بر این باورن که خواب کوتاه به شما قدرت بالاتری میده. حتما خودتون تأثیر مثبت چرت زدن رو حس کردید. بعد از یک چرت احساس شادابی و آگاهی بیشتری میکنید. بنابراین هرگز فراموش نکنید که هر زمان که میتونید یه چرت کوتاه داشته باشید. این امر به بهبود هوش شما کمک زیادی میکنه. فقط به یاد داشته باشید که چرت رو کوتاه نگه دارید. رسیدیم به پایان این برنامه. لطفاً برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنین و تو کامنت ها بهمون بگین که شما کجا وایسادین. چقدر فکر میکنین که باهوشین؟ تو کامنت ها بهم بگید.